آنچه که از دست تو می آید انجام بده. انما هذه الحیات الدنیا. ما را خیلی کاری بکنی فرعون در دنیا شکنجه میکنی، ولی ما انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. ما به ذات ایمان آوردیم که الله گناهان ما را بخشیده، الله برای ما وعده جنت داده، الله وعده دیدار داده، الله وعده بهشت داده که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم فقض ما انت قاض. هر حکمی که داری انجام بده. فرعون آن مؤمنین حضرت موسی را شکنجه می کند. استقامت در دین هست. فرعون شخصیتی بود که مالک و مختار کامل مصر قرار داشت. به حالتی رسیده بود که می گفت انا ربکم الاعلی. ولی همسر فرعون آسیه یک زن هست که قرآن او را برای ما به عنوان نمونه و به عنوان اسوه برای مسلمان ها مثالی بیان می کند. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. آسیه آشنا با الله می شود. آسیه آشنا با ذات اقدس الهی می شود. آسیه که مالک دل فرعون بود. یک زنی که زن پادشاه باشه چقدر عیش و عشرت و استراحت داره، چقدر بین جامعه مورد عزت و حرمت است. ولی آسیه میگه لا اله الا الله. ذات اقدس الهی را به یگانگی میشناسد. فرعون میگه آسیه تو همسر منی، تو عزیز دل منی، تو کسی هستی که همه خلاصه با من میاندیشن و من با تو میاندیشم و فکر میکنم. اگر میخواهید برای تو قصری میسازم، اگر دوست دارید همه امکانات را به دسترس تو میگذارم، ولی دست از این بردار، مرا به عنوان خدا بپذیر و قبول کن. از آغوش فرعون آسیه ارتباط برقرار می کند با ذات اقدس الهی. وقتی فرعون ناامید می شود که همسرش او را به عنوان خدا قبول نمی کند، اینجا تصمیم می گیرد که آسیه را به وضعیت خطرناک او را شهید کند. آسیه دستان خود را بلند می کند. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. ای الله مرا در آغوش خود بپذیر و در کنار و جوار رحمت خود خانه بساز. و نجنی من فرعون. این همسر است، زن یک پادشاه است، زن کسی است که همه قدرت و ثروت داره. دستان خود را بلند میکنه. رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. ای الله تو را میخواهم. و نجنی من فرعون. ای الله مرا از فرعون نجات بده و عمله و از شر فرعون نجات بده. و نجنی من القوم الظالمین. ای الله مرا از شر این قوم ظالم نجات بده. این استقامت در دین هست سروران عزیز و بزرگوار. عشق با الله خیلی ارزش دارد. استقامت در دین خیلی ارزش دارد. پایداری و صبر و بردباری در دین خیلی ارزش دارد. جوار پروردگار، قرب پروردگار، آغوش بلا کیف پروردگار نصیب می شود. آسیه به او مقامی که خواست می رسد. الله زندگی نامه استقامت آسیه را برای مسلمان ها می گوید. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. ای مسلمان ها میگه، ای مسلمان ها استقامت آسیه. ای زنان مسلمان استقامت آسیه. آسیه به آغوش
به آغوش فرعون با خدا وصل میشه. ولی امروز بعضی از زنان مسلمان به آغوش مسلمان، ولی اونها به سوی بی‌عزتی و بی‌حجابی و به سوی فرهنگ‌های غربی و بیگانه کشانده میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، استقامت پیامبر در دین، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، رحمت للعالمین، سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم چقدر در راستای دین مشکلات میبینن، سختی ها میبینن، مشکلات در متحمل میشن. در غزوه بالاخره سفر طائف، در احد و همچنین جاها و غزوات دیگر. به خاطر چی؟ به خاطر دین الله، به خاطر که من و شما اقامه نماز جمعه داشته باشیم، به خاطر که ناموس مسلمان او چادر عزت و عفت از سرش دور نشه. همه این استقامت ها به خاطر چیست؟ به خاطر سرفرازی و سربلندی امت اسلام. استقامت تمیم انصار، جابر انصار، اینها به این دامنه های کوهی که مسما به شهدای صالحین هستند، اینها به خاطر چی آمدن؟ به خاطر این آمده بودن که برای ما درس بدن که ما نماز جمعه داریم، ما عزت و عفت داریم. ناموس مسلمان باید همچون خدیجه الکبری و عایشه صدیقه و زینب و ام کلثوم و فاطمه الزهرا زندگی بکنه. عزیزان من، در دین باید استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، باید استقامت کرد. صحابه می آید به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله برای من دو جمله بگو که من تا اخیر عمر پیش کسی سرگردان نشوم، از کسی دیگری پرسان نکنم و او دو کلمه سبب سرفرازی دنیا و آخرت من شود. رسول الله فرمودن قل آمنت بالله ثم استقم، بگو که ایمان آوردم به الله و با این جمله استقامت بکن. چون ایمان آوردن به الله مشکلات، سختی ها، شکنجه ها، اسیر شدن ها، همه اینها را پشت سر داره. مسلمانان صدر اسلام به خاطر دین الله خیلی شکنجه شدن، ولی در مقابل همه شکنجه ها استقامت کردن. حضرت عبدالله ابن حذافه یکی از اصحاب رسول خداست. فکر می کنم وقت ما رو به اتمام هست. حضرت عبدالله ابن حذافه یکی از اصحاب رسول خداست. یک جوان هست، نیروی جوانی داره، قوت جوانی داره، خلاصه در اوج جوانی هست. در یکی از جنگ ها اسیر می شود. پادشاه روم خبر می شود که عبدالله ابن حذافه یکی از شجاعترین مردان صدر اسلام هست. او را میگوید که اسیر کنید و شهید نوک او را نکشید و به همین ترتیب او را می آورند در محضر امپراتور روم. از او کار میگیرد برادر، او را برادر مخاطب می کند، دوست مخاطب می کند، عزیز من مخاطب می کند. برای تو قدرت می دهم، برای تو چوکی می دهم، تو را وزیر اول و دوم استاده می کنم، ولی چی می شود که در کابینه امپراتور روم کار بکنی؟ گفت ما درس نگرفتیم که دنبال محمد را رها کنیم، ما در مکتبی نرفته ایم که با قدرت و ثروت فریب بخوریم، ما با الله معامله کردیم، ما با احکم الحاکمین و اعدل العادلین ما بالاخره معامله کردیم. معامله دنیایی نیست. پادشاه محروم می شود، مایوس می شود، میگه این را ببرید بترسانید، خلاصه این را شکنجه کنید. عبدالله ابن حذافه را می آورند
در یک جای خلاصه با آب شکنجه میکنن، ولی بلند میشود میگید لا اله الا الله محمد رسول الله. عبدالله ابن حذافه را با یک ستون میبندن و تیرها را از هر طرف به سویش شلیک میکنن به خاطر اینکه بترسه، وحشت پیدا بکنه. ولی او میگوید که الله الله، شعار بلال را سر میدهد که احد احد. خبر به پادشاه میدهند که نتیجه نمیدهد.